مقدمه. کتاب حاضر داستان زندگی مرد قدرتمندی هست که در اوج شکوفایی و سازندگی در پی حادثه جهان هستی مأموریت جدیدی را برایش تعریف می کند. او که لبخند تلخ زندگی را در شروع آرمانهای زندگیش دریافت نموده، به قدرت و اراده شگفت انگیز و رویه فوق تصور پیام بزرگی را به همه مردم جهان هدیه می دهد. و این پیام چیزی نیست جز این که به قول صحرا هر کجا هستم باشم، آسمان مال من هست، پنجره عشق زمین مال من هست، چه اهمیت دارد گاه اگر می روید قارچ‌های غربت. اگر بخواهیم در روزگار کنونی از مردان قدرتمند قاره آسیا یاد کنیم، بدون تردید نام عبدالعلی بارکزی از نام‌های اثرگذار و مثبت هست. وی در برابر رنج‌ها، سختی‌ها و تمام ناملایمات زندگی همواره از اکسیر صبر و بردباری بهره برده و اگر این مسیر را با همین انرژی مثبت ادامه دهد، بدون شک نام خود را در تاریخ مردان بزرگ ثبت خواهد کرد. مؤسس بنیاد خیریه پیر هرات آنچنان در فراز و نشیب روزگار قدرتمند ظاهر گردیده که همه ما را مبهوت تلخی‌ها و شیرینی‌های زندگیش می‌کند. برای انسانی که پیوسته دغدغه زندگی سعادتبار نسل‌های بازپسین خود را دارد و همچنین برای راهنمایی آنها و انتقال تجربیات زندگی به اولاد خود به ابداع و آفرینش ارزش‌های معنوی دست یافته است. داستان زندگی عبدالعلی بارکزی می‌تواند دایره المعارفی برای روزهای سخت زندگی باشد. در پایان این راه زندگی که پر از موانع و سختی‌ها هست، تنها کسی می‌تواند از این راه پرخطر عبور کند که روحش از امید لبریز و ناامیدی از وی عبور ننماید. احمد هلت، مدیر مسئول و صاحب امتیاز مجله موفقیت. خیریه و آسایشگاه کهریزک در حاشیه جنوب تهران در سال 1351 هجری شمسی با همت دکتر محمد رضا حکیمزاده لاهوجی فعالیت خود را آغاز کرد. با کمک خیرین همچنان به کمک نیازمندان همت می‌گمارد. این آسایشگاه میادگاه زندگی دوباره انسانی شد که خود پاسخ این مهربانی و عاطفه را به خوبی بازگرداند. معلولی که با ایمانی باور نکردنی به زندگی بازگشت و 18 سال طلایی او در این آسایشگاه صرف یقین و باور او به توانستن شده چگونه میتواند سر به سجده شکر بی پایان ننهد. وقتی که انسانی پاک نهاد با ایمانی استوار اما با جسمی ناتوان تا این اندازه مرزهای اخلاق، نودوستی و مهرورزی را توصیه می‌دهد. سخن استاد عبدالعلی بارکزی به پاسداشت و شکر یافتن عمری دوباره در کسوتی معلولی مصمم، آن را صرف پاسداری، مراقبت و کاهش رنج معلولین و نیازمندان وطن خویش می‌کند. کار این مرد بزرگ که با پایمردی همسر نیکو خصالش انجام می شود کار وصف ناشدنی هست. بذل جان و بذل مال، آن هم با دست‌های خالی، حدیث درس آموزی هست که وی را می توان از افتخارات تبار انسانی معرفی کرد. هم او که قلم مو را با دندانهای خیش در صفحه سفید بوم به حرکت در می آورد و زیباترین نقش مایه ها را به تصویر می کشد. او که از خون پاک خیش مرکب عشق می سازد و حاصل دسترنج خیش را